به نام خدای نور و روشنی. سلام به دلهای پاک. پیامی که امروز میشنوی نشانه ای از سمت خدا برای آرامش و گشایش و روشن شدن مسیرته. برای انرژی بیشتر و دریافت پیام های روزانه لطفا این کانال رو دنبال کنید و برای گشایش و برکت بیشتر در کامنت ها یا عزیز و یا کریم رو حتما بنویسید. فال امروز ما از حضرت ابراهیم علیه السلام که میگه نیتی که داری نیت بسیار پاک و مبارکیه. به زودی از غمی که مدتها بر دل سنگینی میکرده رها میشی. دل سبک میشه و راهی که بسته بود باز میشه. مدتی نگاه های حسادت آمیز و حرفای پنهانی بعضیا تو رو آزار داده، اما خداوند با رحمت و لطف خودش تو رو از شر اونها محافظت کرده و نمیذاره آسیبی بهت برسه. این فال میگه اکنون زمان اون رسیده که دلت رو با نور خدا آروم کنی و به عبادت و ذکر و نیت پاک مشغول بشی. درهای روزی